در شعبه‌های ملیسه‌ای که کتابخانه باز کردند، همه کارمندان شروع از رهبریت تا ملیسه قطاری حتما برای کتابخانه می‌روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت ملیسه ها و نام کتاب‌های مطالعه کردهشان را ثبت می‌کند. همچنین قید می‌شود که کتاب در چه مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از ملیسه ها تقاضا می‌شود برای رشد جهان بینی و کتاب‌های رئیس جمهور و ادبیات بدیعی توجه کنند. در اینجا کارت‌های مخصوص است. هر یک بخش رهبر خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کردند. همه فعالیت ما نظارت می‌شود. ملیسه ها باید در وقتی فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقتی نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر 3 ماه دانش‌های اندوخته ملیسه ها را امتحان میکنند. Ежемесячно берут отчеты, дают отчеты о том, что кто сколько هر ماه художественных книг درباره прочитал. شماره کتاب‌های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان‌های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند، حتما Прежде чем امتحان получить می‌سپارند. звание или передвижение по должности, сотрудники правоохранительных органов Таджикистана обязательно должны сдавать тесты. بر علاوه رفتن به کتابخانه، کارمندان ملیسه باید فرصت یافته زبان انگلیسی هم آموزند. دانستن زبان خارجی برای معاشرت با جهانگردان ضرور است. ضمناً در دایره برنامه اصلاح میلیسیا در 2 سال اخیر وزارت کارهای داخلی برای تغییر دادن چهره کارمندانش به یک پلیس زمانوی چند اقدام پیاده کرد. بیشتر از 10 ملیسه را برای فربهی از کار راندند. 10 ملیسه دیگر برای خراب شدن هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند ملیسه ماه 1 بار باید به تئاتر برود.